پادکست بتوون. سلام، من حسن علیشیری هستم و شما شنونده شماره 0 پادکست ترانه‌بازی هستید. ترانه‌بازی پادکستی برای دوستداران ترانه است. جایی برای عشق ورزیدن به ترانه ها. تو این پادکست ما با هم ترانه ها رو دوباره میشنویم. نه به عنوان پس زمینه‌ای برای رانندگی و کافه و مهمونی، بلکه به عنوان آثاری خلاق و گاه اندیشمند که حاصل و نتیجه عرقریزان روحی و تجربه زیسته مؤلفینش هستند. دوباره بهشون نگاه میکنیم. مثل تابلوهای دقیق و پرجزئیات که میشه ساعتها بهشون خیره شد و از تماشای ظرافشون کیف کرد و دربارشون گپ زد. فکر ساختن پادکستی درباره ترانه سالها با من بود. شاید از حدود 20 سال پیش. زمانی که گوینده برنامه رادیویی درباره فرهنگ و هنر بودم و مدام هرس می‌خوردم که چرا نمیتونم چیزی که میخوام و بگم و چیزی که دوست دارم و پخش کنم. تو این سالا همیشه به این ایده نزدیک می‌شدم، اما به دلایل مختلف از جمله کمال طلبی مفرط از اجراش دور می‌موندم. خیلی طول کشید تا از این بهانه‌ها بگذرم و امروز پشت میکروفون بشینم تا پادکست ترانه‌بازی رو ضبط کنم. پس با هم شروع میکنیم، حتی اگه این شروع ناقصی باشه و برای رفع نواقصش به زمان و تلاش زیادی نیاز داشته باشم. در همه این سالها شنونده پیگیر و جدی پادکست بودم و از تک تک پادکست هایی که به ویژه در زمینه ترانه و موسیقی شنیدم یاد گرفتم. پادکست هایی که هر کدومشون از دیدگاهی متفاوت به این موضوع جذاب پرداختن. به رسم ادب اینجا از بعضیشون یاد و به سازندگانشون ادای احترام میکنم. پادکست های کرون، مترونوم، آلبوم و در نهایت اینک آهنگ که حضور در اون به عنوان مهمان و واکنش‌های مخاطبان خوبش منو برای ساخت این پادکست تازه مصمم کرد. من یه ترانه‌سرا هستم و در ترانه‌بازی تمرکزم بیشتر بر کلام و شعر ترانه هاست. جاهایی که به اجزای دیگه یه قطعه مثل ملودی یا تنظیم میپردازم، نگاهم فقط نگاه یه مخاطب و شنونده موسیقیه، نه یه موسیقیدان حرفه‌ای. ناگفتم پیداست که هر چیزی تو این پادکست از من میشنوید فقط نظر شخصی من و میتونه در گذر زمان یا با رسیدنم به دریافت‌های تازه تغییر کنه. سعی میکنم اطلاعات تاریخی که میدم و در منابع مختلف بررسی کنم، اما در موسیقی کمتر مدون شده ما همیشه خطا در منابع امکان پذیره. پس اگه با اهداف پژوهشی یا آکادمیک ترانه‌بازی یا هر پادکست دیگه رو میشنوید به اطلاعاتش بسنده نکنید و برای بررسی نهایی سراغ منابع مکتوب و معتبر و موثق برید. نکته دیگه این که برای جلوگیری از تداخل معانی و یکسان کردن ادبیات موضوع در این پادکست همیشه به کلام یا شعری که خواننده میخونه ترانه میگم و به مجموعه‌ای که از ترانه و موسیقی و صدای خواننده تشکیل میشه میگم آهنگ یا گاهی قطعه، که این دومی رو خیلی دوست ندارم و فقط از این نظر که شاید معادلی برای کلمه ترک باشه ازش استفاده میکنم. عوامل ساخته آهنگ هم شامل ترانه‌سرا یعنی شاعر کلام ترانه، آهنگساز یعنی سازنده ملودی وکال یا همون بخشی که خواننده میخونه و تنظیم کننده یعنی کسی که ارکستراسیون و سازبندی کل آهنگ رو تشکیل میده هستن. میدونم که درباره این تعابیر بحث‌های زیادی وجود داره. بعضی از دوستان به کاربرد اصطلاحات دیگه‌ای باور دارن، اما من به چیزی که عرف موسیقی پاپ ما حداقل در نیم قرن گذشته بوده رجوع میکنم و همون اصطلاحات معمول و رایج رو به کار میبرم. در ترانه‌بازی قراره بیشتر سراغ آلبوم‌های مطرح موسیقی پاپ بریم و با هم اونا رو مرور کنیم، اما از موضوعات روز هم غافل نیستیم و مثل شماره اولی که همزمان با این شماره منتشر میشه به آهنگ‌های جدید هم میپردازیم. در انتها از دوستان عزیزم آرش افشار که آهنگ تیتراژ ترانه‌بازی رو ساخت و خوند، نیما رئیسی که گویندگی اسم پادکست رو انجام داد، بابک چمنارا که تولید این پادکست رو در بنگاه پادکست بتوون ممکن کرد و همه دوستان دیگه‌ای که به هر نحوی به تولید و انتشار ترانه‌بازی کمک کردن و میکنند تشکر میکنم. مثل همه پادکست‌ها ترانه‌بازی رو میتونید در جاهایی مثل اپل پادکست و کست باکس بشنوید. ممنون میشم که ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. سعی میکنم اونجا محتواهای تکمیلی هر اپیزود مثل عکس‌ها و ویدیوهای مرتبط منتشر کنم. از اینکه همراه من و ترانه‌بازی هستید بی اندازه ممنونم. گاهی مرور دیروز، گاهی خاطر سازی، همراه واژه و ساز، بیا ترانه بازی.
پادکست ترانه بازی.